بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهین. بئس بعد از آن چیزی که اشتروا فروختن اینا بهی به او انفسهم نفسای خدا را ان یکفروا. او چی بود که فروختن؟ ان یکفروا، این که کفر کردن بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کردگی است، قرآن. چرا کفر کردن؟ بغیان، بغی به معنای ضد و عناد، از جهت ضد و عنادی که داشتن. در چی ضد داشتن؟ ان ينزل الله، این که نازل میکند الله من فضله، از فضل خود، علی من یشاء من عباده، و بالای کسایی که بخواهد از بنده های خود. کو رسول الله صلی الله علیه و ترسیدن یا به این خاطر ضد کردن که چرا نبوت به این داده شد به عرب. فباءوا بغضب علی غضب، گرفتار شدن به غضب به بالای غضب. وللکافرین عذاب مهین، از برای کافران عذاب رسوا کننده است. الله در اینجا قباحتشان بیان میکند. بئس ما به معنای شیئون است، یک چیز بسیار بیارزش. اشتروا به معنای باو، فروختن. بئس شیئا، بد بود آن چیزی، اشتروا یعنی باو که اینا فروختن، به مو چیز انفسهم نفسای خدا را، با او چیز نفسای خدا را فروختن. او چی بود؟ ضد و عناد قومیت، به خاطر یک چیز بسیار ناچیز، مال دنیا و پول و پیسه و قومیت، به می خاطر نفس خدا را فروختن. اشترا اگر که به معنای خریدن است، ولی از جمله ازداد است. از بعض جا به معنای فروختن میاد، بعض جا به معنای خریدن میاد. اینجا به معنای فروختن است. میشه که به معنای اشترا خریدن هم بیاد. بد بود آن چیزی که یا خریدن. او چی بود؟ ان یکفروا، کفر خریدن، ایمان ماندن. یا فروختن به او فروختن چی بود که او را فروختن؟ ایمانی که داشتن با کتابای سابقه، او را فروختن و چی را گرفتن؟ ان یکفروا، کفر را گرفتن. ان یکفروا بما انزل الله، که کفر کردن با آنچه که الله نازل کردگی است. او چی است؟ قرآن که الله را نازل کرده. بغیان، حسدن، از جهت حسد و طلب ضد و عنادی که یا حقدار از او نبودن. ان ينزل الله من فضله، این که الله نازل کرده از فضل خود، علی من یشاء من عباده، با آن کسی که الله خواست از بنده خود. یعنی چرا الله وحی را نازل کرد با او بندش که کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و و او عرب بود، عرب خالص بود، قریشی بود. چرا به قریشی را نبی جور کرد؟ چرا از قوم ما یهود نبی نشده؟ خوب شناختن حق هستی ولی قوم لیستی، قبولت ندارن. اینی مرض فعلا در این وقت وجود داره. حتی خانه یک کسی میری، این ما آدم خوب دیندار آمدیم، خوب مردم هستین، دیندار هستین، انتقاد ندارم، ولی قومم لیستی. قوم که نیستی قبولت ندارم. این تو میگم. ما غیر از قوم میگه که دیگه کس خویشاوندی نمیکنه، خود به خودیستیم میگه او و ما قوم خدا ترجیح میدیم. حتی امیال در انتخابات هم که شما میبینید، هر کی به قوم خود، هر کس به قوم خود، هزاره، پشتو، ازبک، فارسی، اکثرشون. تاجک بکشیش به غیر از تاجک چی نمیکن. پشتو هر چی که باشه میگه زمون دجو بده، خیر ده. هزاره هر چی که باشه هزاره باشه. ازبک هر چی که باشه ازبک باشه. حالا هر چی که باشه. رهبران را شما میبینید، نه؟ خدا کاندید میکنه، هر کس قومش میاد برش رای میده. اگر بگویی که خود سواد هم نداره، بی عقل جاهل است، میگه خیر است، قوم خواه است. این مرض کی است؟ مرض یهود. این مرض تعصب قومی سبب شد که یهود با خاتم النبیین قرآن ایمان نبیاره. یعنی تعصب انسان به کفر میکشانه. واقعا یک وقت ما شنیدم یک مولوی گفت که اگر اینی رهبر، اینی
آدم از رگ رگش بندش اسلام صدا شود، اسلام اسلام اسلام، اینی رهبره. گفت قبولش ندارم. مولوی بود خودش. ولی گفت اینی رهبر که رهبر ماست، نامش گرفت، اگر بندش صدا شود کفر کفر کفر، کافر شدیم، از وجودش هم کفر صدا بره، گفت قبولش دارم. خودش مولوی بود. قرآن 9 بار با تفسیر خوانده بود. 9 بار. فهمیدید؟ امی گپه که گفت، من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. کافر شدی. گفتم ایمان کلمه تا بخوان. گفت اینمی تو هستم، ایمان داره؟ نه. اینی مرض در افغان است، در اینی مردم میانی هستند. علیه گپ سخت باید نفرت داشته باشه. هر کسی مرض داره یهودی است. رسول الله صلی الله علیه و فرمود لیس منا من دعا الی العصبیه، نیست از امت ما تابعدار ما کسی که به قومیت دعوت میکنه. و من قاتل علی العصبیه، و خاطر عصبیت میجنگه. و من مات میتتا جاهلیه، به مرگ جاهلیت میمره. شما به خاطر همین جنگای قومی چقدر اینجا شد؟ نه دیدین مرگش جاهلیت است. اگر که خودشان شهید قهرمان به خاطر قوم مرده، به خاطر تنظیم. این مجاهدین که آمدن در کابل جنگی چی بود؟ قوم و تنظیم بود. نه؟ جنگ اسلام بود. نه. بسیار خطرناک است این گپه. به می خاطر من میگم که اگه خوب است که همی اقوام عقیده باشن، یکی که دیگه پیشاوندی تو داخل شد، همی گپا از بین برم. علیه گپ سخت مبارزه شد. قوم ما خو پدر مادر ما آدم است. الا کلکم من آدم و آدم من تراب. انما المؤمنون اخوة. کسی که ایمان داره برادرت است، هر کی که باشه. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله بلال حبشی سیاه‌پوست بود، نه؟ مؤذن رسول الله صلی الله علیه و آله. صهیب رومی. سلمان فارسی را چی گفت؟ سلمان من اهل البیت. سلمان اهل بیت من. به خاطر که فارسی بود، ایرانی بود، گفت کسی نگوید که ایران است. ما که میگیم ایران خوش نداریم یا ظالم است، به خاطر حکومتش ظلم است. اگر ایرانی را من حیث ازی که از ایران است من نمیبریم. همون ایرانی که عقیدهش خراب است، ظالم است، به مخالف قرآن عمل میکند، اونمو ایرانی را دوست نداریم. ما به خاطر الله بد میبریم. الحب لله و البغض لله. محبت ما به خاطر الله، بغض داریم به خاطر الله. نمیالی که ما شما یک دیگر دوست داریم به خاطر الله با شما. بسیاری وقت ما یک کسی را نمیفهمیم از کجا است. میگه تو رفیقت فلانی است، از کجاست؟ ما گفتم پرسان نکردیم. تا بالا میگه نشناختی. گفتم نیچ. و هم از ما پرسان نکنه، شاید مرا بشناسم. باز پرسانش کردیم که جایتان از کجاست؟ گفت از اینجا. اگر که جای پرسان کردن گپ نیست. و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارف، یک دیگر هم بشناسیم. خوب از جایش هم بفهمیم. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان. خواهر بود، خواهر مسلمان است. لا یظلمه، ظلم نمیکنه، ولا یخذله، نصرتش ترک نمیکنه، ولا یسلمه، و دشمن نمیتش. پس کسی که ایمان داره برادرت باشه. از برادر پیوند و ارتباط ایمانی از نسبی کده باید بالا باشد. از نسبی کده باید بالا باشد. میگم جا خواستگاری میرن خانه یک کسی خوب دیندار نمیده، از قوم خودش بچه کاکایش عمه و یا یک لچک آدم است، نه؟ بر از او میته. چی میگه؟ این خود قومم بود که دادم. این مردار خور پلیده. قومم بود، نه؟ بر ازی چرا ندادی؟ گمش که هرچی که باشه قومم نباشه خوشش ندارم. این تو میگه. خب مسلمان هستی؟ الحمدلله. حاجی را دیدیم نهج رفته پیش بیت الله. گفتم به کل مسلمان ها دعا کن. گفت به یک قوم نمی کنم. یقین کنید پیش روی بیت الله.
این کتاب هم خونده، خود همینطور از جمله ما و شما حساب میکنه، میگه شما را دوست دارم. میگه من به مذهب تنها اینطور نمیگم که هر گپ مذهب قبول دارم. گفتم چرا؟ اینطور کرد زبان. گفت زبانش لزبانم نیست، هم زبانم نیست. یقین که در زبان زد پیش روی بیت الله ششته بود، حجم فرضی بود. گفت که مولوی صاحب یادم میاد، خب همین تو شد و بعد از او آدم سر من بد خورده. خب بعد از او آدم ما بد دیدیم به خاطر الله. ما قصر از او کارم کرده بودیم، ما گفتم شاید خوب شده باش، نشدم. این تو کرد اینی که نباشه. گفت نه نکو. گفت زبانو میج نمیگرده که مخالف زبان خدا برش دعا کنم. الله. گفتم استغفرالله. گفتم حجت برباد است. خب گفت نه گپار نگو. ایتو قرار ششتا پیش بیت الله جایم به من انداخت، جای نماز خودم داد، بسیار احترامم کرد. گفت هر چی بگویی، گفت این گپ قبول ندارم. خب هر که کسی من میگم اینطور است، والله علم ایمان نخواد ببره. این صفت کی است؟ یهود است. یهود و رسول الله هم گفته بود که هر صفتی که در یهود است در وجود شما میآید، نه داخل میشه. لتتبعون سنن من قبلکم، حتمی تابعداری میکنید طریقه که پیش از شما مردم تیر شد. صحابه گفت که الیهود و نصارا، پیامبر صلی الله علیه و آله گفت فمن حکی، بله گفت یهود نصارا. این حدیث بخاری است. گفت شما تابعداری میکنید، کاری که یهود کرده گفت شما میکنید، در این امت پیدا میشه. واقعا عین کاری که یهود کرده ما دیدیم. همینطور است. پس الله میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم، چرا ان یکفروا، کفر کردن به ما انزل الله، چرا بغیان، حسدن، عنادن، بخاطر حسد و کینه. ایونزل الله لای، بخاطر که حسد و کینه بخاطر چی؟ لایونزل الله، ای که الله نازل میکند از فضل خود علی من یشاء من عبادی، با او کسی که از بندش میخواد که رسول الله صلی الله علیه و محمد ابن عبدالله. چرا رسالت به این داده شد؟ قبول ندارم. فباءوا بغضب علی غضب، گرفتار شدن به یک غضب به بالای دیگه غضب، بازگشت کردن به غضب الله. او یک غضبی بود که به کتاب خود کفر کردند، یک غضبی بود که به آخری پیامبرم کفر کردند. دو نوع کفر، دو نوع عذاب است. وللکافرین عذاب مهین، الله میگه یا کافر است، از برای تو کافرها عذاب رسوا کننده است، شدید اهانت کننده که ذلیلشان میکنه. چرا؟ زیرا کفر از اینا سببش تکبر بوده و حسد بوده. پس الله جزای زیرا به چی داد؟ به اهانت و رسوایی. الله ذلیلت میکنه، الله رسوایت میکنه. کفرشان مطابق عملشان است. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقتی که گفته شد برای یهودیا آمنو، ایمان بیارین، بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده قرآن. قالوا میگوین نؤمن بما انزل علینا، ایمان میاریم با آنچه که نازل شده به بالای ما. و یکفرون بما وراءه، کفر میکنن به ما سوای تورات. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که قرآن حق است، مصدقا تصدیق میکند لما معهم، آن کتابی را که به همراه از ایناست، توراتا. قل بگوی پیامبر فلم تقتلون انبیاء الله، چرا کشتین انبیاء الله را من قبل، پیش از قرآن و پیامبر، ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارین. در اینجا الله دیگه قباحت از اینا را بیان میکند. یهودی ها را وقتی که دعوت میداد پیامبر سلام صحابه که ایمان بیارین به قرآن، اینا میگفتند به اون کتابی که با ما نازل شده، یعنی به موسی، به قوم ما، به او ایمان میاریم و دیگهش قبول نداریم. الله متعال می فرماید خوب متوجه باشید، تورات قبول داریم. چرا؟ اگر به خاطر حقانیت است و قرآن هم حق است.
و عقیده قرآن بیان میکنه و مشابهت دارد در حق بودنش با قرآن. چرا تورات یک حق قبول دارین دیگه حق قرآن است قبول ندارین؟ اگه ده حق باشه. و دلیل الزامی را میگه که وقتی که شما قرآن قبول ندارین تورات هم ندارین. چرا؟ به خاطر که اگر شما به تورات ایمان داشته باشین در تورات قتل انبیا چی است؟ حرام است. فلما تقتلون انبیاء الله، چرا انبیا را کشتین؟ اینجا الله رد میکنه به بالایشان که شما بیدینا قبول ندارین، ناق میگین که ما این کتاب قبول داریم مو را نداریم. دروغ است این گپ. مردم فریب میتین، دروغ میگن این را دارم قبول او را ندارم. اینجا بسیار یک رد قویس به بالای اینا. پس از این فهمیده میشه که چیزی موافق خواهشاتتان باشه قبول داره؟ نبود نه. و اذا قیل، وقتی که گفته شود از برای یهودیا آمینو ایمان بیارین بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده قرآن، و صدقوا تصدیق کنین تابعداری کنین قرآن، ایمان بیارین تصدیق کنین تابعداریش کنین. قالوا، اینا میگوین چی میگن؟ نؤمنو بما انزل علینا، کفایت میکنه ایمان آوردن به او کتابی که نازل شده به ما. یعنی ما که تورات نازل شده ایمان داریم، همین کفایت میکنه. در مومن بودن ما همین کفایت میکنه. ما قرآن قبول نداریم، ما هم تورات ایمان داریم، تورات قبول داریم. و یکفرون بما وراءه، الله میفرماید که کفر میکنن، انکار میکنن با آنچه که ماسوای چی است؟ تورات است. غیر از تورات دیگه قبول نداره، قرآن قبول نداره. با وجودی که و هو الحق، با وجودی که قرآن حق است. خوب میفهمن. مصدقا لما معهم، موافق است از برای آن کتابی که به همراه زینا است. یعنی با تورات موافق است. پس اگر هدف ای است که تورات حق است، خو هم حق است، چرا این قبول نداری؟ ولی ای که میگن که ما ای حق قبول نداریم میره داریم، از این فهمیده میشه که دروغ است. امی ایمان به تورات هم که میگن داریم دروغ است، مردم فریب میتین. اینا الله یک دلیل الزامی میگه، بسیاری دلیل قوی است. قل بگوی پیامبر فلما تقتلون انبیاء الله، چرا انبیا را کشتین؟ کشته بودین یعنی در گذشته. من قبل، اگر ایمانتان به تورات صحیح باشد چرا انبیا را پیش از آمدن قرآن و پیامبر کشتین؟ چرا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما به تورات ایمان دارید چرا کشتین؟ آیا در تورات کشتن انبیا جایز بود؟ یعنی چی معنا؟ دروغ میگین. از این چی فهمیده شد که اینا بسیار انبیا را کشتن؟ در آیت قبلی هم ما شما خواندیم، در آیت های گذشته هم تیر شد که ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، یک جماعت انبیا را میکشتین، یک جماعتش را تکذیب میکردین. اموشی که زورشان نمیرسید او را تکذیب میکردن، انکار. اوش که زورش میرسید او را میکشتن. اینطور نبوده که بعضی انبیا را چیز کردن، زورشان نرسیدن. از این فهمیده میشه که انبیا علیه السلام در راه دعوت شهید شدگی هستند، کشته شدند. قرآن صراحتاً میگه ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. این آیت در سوره آل عمران است. کسایی که انبیا را میکشند و تابعدار انبیا را، اینا از برای از اینا عذاب دردناک است. فبشرهم بعذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اعمال نیکشان برباده. کشتن نبی کفر است، کافر میشی. و اولئک هم الخاسرون، و اینا هلاک شوندگان هستند. مفسرین میگه که در یک روز 12 نبی را کشته. میامد دعوت میداد، 2 نفر 3 او را میکشت، دیگه میامد دیگه تا بیگاره. بعضی ها میگن که در یک روز 40 پیامبر را کشته است. الله دیگه را روان میکرد، او را میکشت دیگه را. یعنی در راه دعوت، در راه بیان حق کشتن، این سنت انبیا. مردن در ایرا سنت انبیا. بسیار انبیا جان خدا نه دست داده، ولی از بیان حق، مبارزه علیه فساد و کفر عقب نشینی کردن نه، اگر که کشته شدن. ولی اگام تا میگه که ولا میکشه، ولی کشت چی؟ انبیا را نکشتن.
حالی هم یهود سر قدرت هست نه؟ در قدرت دنیا انبیا را کشتن، انبیا تسلیم نشد و بکشه دیگه درای دعوت مردن. ما خو اول عافیت میخواه انسان، الله حفاظت کنه. ولی اگر مردی خو بسیار درجه کلان است درای بیان حق، مبارزه علی باطل. این مردن مثل انبیاست، انبیا مرده در ایران، انبیا کشته شده. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، امیام است، خب امیام شهید میشه. نگوین کسایی کشته میشه به خاطر دین الله، حاکمیت، این بیان حقی، حاکمیت دین الله. چی نگوین؟ اموات، مرده نگوین کسای الاموات، اینا حیات دارن، بل احیاء عند ربهم، بلکه اینا حیات دارن پیش ربشان، ولكن لا تشعرون، لیکن شما کیفیت حیاتش نمیفهمید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. 4 درجه است، 4 درجه. یک عالمی که بر حق باشه به خاطر حق کسی او را بکشه، کسی که میکشه صفت یهود داره، علمای بر حق یهود است. کسایی که میمرن به طریقه انبیا مردن، مرگ شهادت است. دیگه از این که درجه بالا کو، یکم تا مرا میگه که بیان نکو حق کشته میشه، شوله تبخو و پرده تبکو. گفتم کشته؟ اگر گفتم حق بیان نکنم بیشینم دخانیم باز کشته نمیشه، مرگ نمیه. کشتن خب مرگ یعنی میموری، نه نکو میموری. حالا اگر بیان کنم نکنم بیخی در خانه بشینم نمیمورم، میموری بازم. در هر صورت مرگ است. و ما شما خب به قرآن ایمان داریم که داریم. الله میگه مرگ هر کس تعیین است. و ما کان لنفس ان تموت، هیچ نفس حق نداره که بمره الا باذن الله، مگر با حکم الله، کتابا نوشته شده مؤجلا معین است. الله در سورة صف می فرماید قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. از اون مرگی که شما فرار میکنین او روبرو میشه به همراهتان. از پیش روی میه مرگ. تو یک چیزه، این مرگی که به خاطر حق باشه، این مرگ با عزت است. مرگی است که انبیا در این راه جانایشان از دست دادن، شهید شدن. و ما خود اهل سنت میگیریم، نه اهل سنت اهل قرآن میگیریم. ما شما خود میگیم کل انبیا را قبول داریم، نه؟ وقتی که یک پس دیگه الله حفاظت کنه. و اگر کسی که چه افتخاری است، نه؟ و کسی به خاطر از این ما را میکشه که قرآن را بیان کردی، این خوب بسیار درجه است. هیچ نترسین، خب شما هم میتو باشه، از مرگ گریز نمیشه. خب ولی مرگی که مرگ اینطور مرگ باشه، قل فلم تقتلون انبیاء الله، چرا کشتین انبیاء الله را، پیامبرا را، این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارین، دروغ گویا خائنا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بدون شک آمده بود شما را موسی علیه السلام با معجزات، ثم اتخذتم العجل من بعده، باز گرفتین شما گوساله را خدا بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور، و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودین. الله در اینجا مناسبت چیز که طایفه از دیگه از یهود است که چی کردن؟ موسی علیه السلام بسیار دلایل روشن برشان آورد ولی ظالما قبول نکردند. موسی آمد بالبینات، دلایل روشن و واضح. و چی بود؟ عصایش اژدها میشد، نه؟ دیگه دستش روشنی میداد، بسیار معجزات بزرگ. ثم اتخذتم العجل، باز گرفتین شما گوساله را، من بعد از رفتن موسی به کوه طور، چی گرفتین؟ الها، خدا. و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودین، در این کارتان ظلم کردین. الله اینجا توبیخشان میکند، ذلیلشان میسازه که شما تابعداری نه تورات میکنین نه دیگه. موسی علیه السلام چقدر معجزه آورد، چرا او را قبول نکردین؟ گوساله را عبادت کردین. دروغ میگن که اینجا چی فهمیده میشه؟ قرآن مناظره میکنه خب به امرای ازی باطل پرستا. موسی علیه السلام تورات آورد، معجزات چقدر، شما گوساله را عبادت کردین.
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقتی که گرفتیم وعده محکم شما را که به تورات ایمان بیارین قبول کنین. و رفعنا فوقکم الطور، بلند کردیم در بالای سرتان کوه طور را. بعد از او گفتیم خذوا بگیرین عمل بکنین ما آتیناکم آنچه که ما براتان دادیم بقوت، به عزیمت، قصدن، به کوشش، علم و عمل. واسمعوا، قبول کنین. قالوا اینا گفتن سمعنا، قبول داریم، و عصینا، نافرمانی میکنیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، نوشانیده شده بود در قلب از اینها العجل، محبت گوساله، بکفرهم، بسبب کفرشان. قل بگو بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بد است آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان. چی ایمان است؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارین. یک گروه دیگه از اینا که عهد پیمان شکستاندن، کوه طور الله و بالاشان بالا کرد، قبلا هم تیر شد. اینا گفتن ما ایمان داریم، قبول داریم، ولی وقتی کوه طور روز شد پس نافرمانی را شروع کرد. یعنی عهد و پیمان کردن پس شکستاندن. اما عهد و پیمان که میکنی اعلام میتی بسیار ای پرسان داره. و این سبب شد که اینا در قلبایشان مهر زده شود، هیچ چیزی را حق قبول نکنند. اخذنا، گرفتیم وعده محکم و کوه طور بالا کردیم. قبلا گفتیم که حقیقتا بوده. واسمعوا، قبول کنین. اینجا هدف از سماع اطاعت است. خب مثل که ما شما میگیم سمع الله لمن حمده، میشنواد الله برای کسی که حمدش میگه. چه معنا؟ قبول میکنه، قبول میکنه. یا در سورة ملک آمده که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. میگوین کافرها که در جهنم میرن لو کنا، اگر ما، پاش که میگم می بودیم در دنیا، نسمع، میشنیدیم، یک شنیدن نیست، قبول میکردیم، او نعقل، یا فکر میکردیم، ما كنا في اصحاب السعیر، در آتش جهنم نمی آمدیم. اونجایی تو نیست که یکم تا میگه کسی قرآن نشنوه کافر است. نفس سمع نیست. خب قبول دارم مضمون یایشه، ولی اینجا سمع به معنای قبول است، قبول نمیکنه، کافر است. اما اگر قرآن قبول داره، مضامین مطالبش دیگران میگه قبول میکنه، هر مطلبی کرد، هر حکمی کرد، ولی نمیشنوه، نمیخونه، او را کافر نمیگه. مگر نه خود بسیار مردم افغانستان اکثریتش قرآن نمیشنوه، ای کافر است. ای کافر باشه کنه، ای کافر شد. اگر نمیشنوه گناهگار است، فرض ترک کرده، گناه کبیره کرده. ولی هر مطلبی که در قرآن است او را قبول داره، نمیشنوه. هر مطلبی که مضمونی که امر و نهی که در قرآن است قبولش داره، ولی میگه وقت ندارم دیگه، خدا توفیق بده، ای تو الله بخواهد میایم میشنوم. این ما کافر گفته نمیتونیم. یکم تا تکفیر میکنن، تکفیری ها. هر کسی میگه قرآن نشنید کافره. همین تو آدم ها داریم. میگه کتاب است قرآن، عقیدش مطابق قرآن نیست، اما چیزی قرآن میگه. بعضی مشکلات داره، میگه کافر است. چرا؟ زیرا قرآن گفته که وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. خذوا ما آتیناکم بقوة، باز گفتیم بر از اینا بگیرین آنچه که براتان دادیم به عزم و اراده، علم و عمل و بیان. واسمعوا، قبول بکنین، بشنوین، به سمع اطاعت، قبول. قالوا سمعنا و عصینا، گفتن اینا شنیدیم، نافرمانی میکنیم. خب سمعنا و عصینا، گپ تق شنیدیم، نافرمانی میکنیم. سوالی است که همون وقت گفتن یا نه؟ اگه اون وقت باشه خب الله میفهمید. نه در اون وقت نه، حال قبول داریم، داینده باز حالتشان همی تو تقاضا میکرد که میگفتند که با داینده باز نافرمانی میکنیم. در آینده هم اینا کفر کردن. یا ای که سمعنا کلانایشان گفت، عصینا اولادایشان که آمد نافرمانی کرد. اینی تطبیقاتش است. فعلا قبول داریم، در آینده نکردن قبول. و اشربوا فی قلوبهم العجل، علتش الله بیان میکند. چرا یا تو کافرای کلان بودن یهودیا؟ اشربوا، نوشانیده شده بود، فی قلوبهم، در دل از اینها چی نوشانیده شده بود؟ العجل، گوساله.
حالا گوساله هم نوشانیده میشه، کسی گوساله رو نمیخوره نه؟ نوشانیده شد در دل از اینا العجل و گوساله. حالا گوساله خو نوش نمیشه، آب و شیر خو نیست که کشش کنی. اینجاست که مفسرین میگه که اینجا شرب به معنای خلط است، مخلوط شد در قلب از اینا العجل و حب گوساله، محبت گوساله. محبت گوساله در تو داخل شد که هیچ دیگر رنگ قبول نمیکن. مثل که یک انسان لباس رنگ کنی و اونمو رنگ به خود بگیره، او رنگ سابقه را از بین میبره. همین گوساله را که عبادت کردن، ای تو یک محبت برشان پیدا شد که دیگر رنگ قبول نمیکن. در شرک اموتو در محبت گوساله مانده. مثل که یکم تا را ببینی یعنی محبت گوساله در خون رگشان جای گرفت. مثل که رنگ میکنی لباس در رگ جزش جای میگیره، آب در بدن جای میگیره یا میتوس. به سبب کفرشان یعنی دیگه هیچ چیز قبول نمیکرده، دیگه حق قبول نداره. یکم تا که کتمی کلانا و تنظیما محبت میکنن بعد او جای میگیره که هر قدر دیگه بگویش هیچ، اینه میتو یا میتو شدن. هر قدر که بگوی خب باطل هستیم نه میگه پدر ما در این را مرده، در این دین، در این تنظیم. میتو میگه پدر ما در این را مرده، ما ایلا دادش نمیتانیم. حالا خو صحیح و طال خراب شده ایلاش بتی نمیتون میگه. تو آدم ها هست بسیار دیدیم هستن. باز بعضی می رهبرای تنظیم ها میگه هر کسی که یک روز نان ما را خورده از تنظیم نمیبره. خودشان میگه میفهمن، حال نامش نمیگیرم. خب کسی که میگه یک روز نان ما را خورده در تنظیم بوده، ای بکوشیش که ما 100 بار بگویم که اسلام ای تو است قبول ندارم، بازم در تنظیم است. چقدر خطرناک. این هم صفت یهود است که در کفر و شرک داخل شدی، میفهمی باطل است اعلان نمیتی، باطل شناختی اعلان نکردی، صفت کی است؟ یهود است. الله ما و شما را از این صفت نجات بده. خب این اجدار خب بسیار خطرناک است. قل بگوی پیامبر بئس ما یأمرکم بایمانکم، بعد از آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان، به سبیل استهزاء الله میگه. این چه قسم ایمان داری؟ باز میگفتن الحمدلله. گوساله را عبادت میکنه میگه ایمان دارم، محبتش با گوساله است میگه ایمان دارم. کت کافر محبت میکنه دست یکی میکنه، مسلمان میکشه، کفر قبول کرده بگو ایمان داری میگه الحمدلله. واه الله میگه بد است ایمانی، بئس ما، بعد از آنچه که امر میکنه شما را. اگر ایمان نمی باشه که مسلمان بکش، که کافر یک جای شو، قانون قرآن رد کو، دیگه قانون قبول کو. اگر ایمان نمی باشه خوی بدترین ایمان است. این چی ایمان است؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان واقعی داشته باشی، ایمان نیست که از گناه تو را مانع شود. او ایمانی که تو را به کفر شرک تشویق میکنه، این ایمان نیست. این چی ایمان است؟ بدترین ایمان است. حال بسیار کسا داریم میگه ایمان داری یا عالی عمل یا عقیدت خو مخالف ایمانه. نه امی ایمانه، خو امی ایمان است. حالی از این عقیده را اعلان نمیتی؟ نه. یا الله بگو پس صفت یهود در تو داخل شده. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل بگوی پیامبر اگر است برای شما خانه آخرت عند الله، به نزد الله جنت برای شماست، خالصة خالص من دون الناس، بغیر از مردم، بغیر از مردم دیگه کس نمیره، شما میرین در جنت. فتمنوا الموت، آرزو کنین مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر هستین شما راست گو. مرگ خواهی طلب کنین. کسی که بفهمه که اهل جنت است او را خود طلب میکنه و فاصله بین جنت و شما چیست؟ مرگ است. چون مرگ طلب نمیکنین که مرگ بیا جنت برین. اینجا مفسرین دو معنا کرده. خب اکثرش میگه که اگر میگه اینا را چلنج میته. خب مشهور معنا چی است؟ میگن که الله برش میگه اینا میگفتن ما اهل جنت هستیم،
غیر جنت دیگه جای نمیریم، جنت بر ماست و دیگه کس نیست. یهود میگفت، نصارا میگفت جنت غیر از ما میریم دیگه هیچ کس نمیره. این چقدر کافر خطرناک، عقیدهش کفری، اعمالش کفری، جنت هم میگه ما میریم دیگه کس نمیره. این بسیار خطرناک حالت است. الله میگه اگر شما جنتی هستین، فاصله پس در بین جنت و شما مرگ، پس مرگ طلب کنین، مرگ بیا برین جنت. وقتی که مرگ طلب نمی کنین، از این فهمیده میشه که شما اهل جنت نیستین، به دروغ دعوا میکنین. به خاطر که دینتان قوی نشان بتین، عقیدتان قوی نشان بتین، میگن جنت غیر از ما دیگه کس نمیره. این خواه مفسرین گفته، ولی اینجا اعتراض قوی وارد میشه. از این فهمیده میشه که هر کی بفهمه که ما اهل جنت هستیم باید مرگ طلب کنه، در حالی که بسیار انبیا و اولیاء بودن، نیک مردم صحابه میفهمیدن که ما عقیده و عمل امی اهل جنت هستیم. عشره مبشره نه به جنت بشارت داده شد، مرگ طلب کردن؟ نه، اینطور نیست که جنتی شدی باید مرگ طلب کنی. پس اینجا انتقاد است، اعتراض است. نه، از این فهمیده میشه که نه، این گپ نیست. پس اینجا دعوت به مباهله است، مباهله ای که اینا میگفتن ما اهل جنت هستیم. پس رسول الله میگه اگر شما جنتی هستین بیاین که دعا میکنیم. هر کسی که جنتی است، یا الله او را چی بکو؟ او را مرگ به بالایش بیار، دعا میکنیم. هر کسی که جنتی نیست او را نجات بده. پس شما که میگین ما مستحق جنت هستیم، بیاین مباهله میکنیم. مباهله است که دعا میکنیم هر کسی اهل جنت است، حق است، یا الله او را نجات بده. کسی که حق نیست، اهل جنت نیست، مردارش که میشه بکشش. اینا میفهمیدن که خود دعای پیامبر است، اگه ای تو کار کنیم همون تو میشه، هیچ نزدیک نمی آمدن. جنتیست یا بیا اینجا خیلی دعا میکنیم کسی جنتیست، الله او را چی کند؟ از مرگ نجات بده، اگر نیست او را هلاکش کنه. اینا باز نمی آمدن، میفهمیدن که این گپ اگر ما بیایم تباه میشیم، نمی آمدن. اینجا مباهله است، محققین میگه مباهله است. قل بگو اگر هستین شما است از برای شما دار الاخره، خانه آخرت که جنت است، عند الله بنزد الله خالصتا، خالص از برای کیست؟ لکم از برای شما، من دون الناس بغیر از ناس مردم، بغیر از مسلمانا، بغیر از مؤمنین، فقط بر شما دیگه هیچ کس شریک نمیشه. فتمنوا الموت، آرزو کنین مرگ را، یعنی طلب کنین مرگ را. بین که دعا میکنیم ما شما مباهله میکنیم، این کنتم صادقین، اگر راست میگین. یعنی اون مرگی که شما را در جنت میبره خیلی بین که طلب کنیم، زیرا نعمتای دنیا با نعمتای آخرت برابر نیست. کسی که یقین کنه یه اهل جنت از شوق از او را میکنه. ولا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین، هرگز آرزو نمیکند مرگ را همیشه به سبب اعمالی که انجام داده دستای از اینا، الله عالم است به ظالما. اینا میفهمیدن که ما همی اعمال ما را در جهنم میبره، همی علم دیگه هم میفهمن خب که همی آدم مرد جنت نمیره، ولی به دروغ ببینیم میگه جنت الفردوس برش خواست. نه، جنت الفردوس اگر میفهمه که اینجا جایش تا آتش است، خودم یا میفهمن. خب یکیش من دیگه جنت الفردوس هم میخواه، او بر از او میخواه، او بر از او میخواه. فقط بگه که نیم جنت میخی پیشی نمیاست، بکی بتا بکی نتا. الله میفرماید ولن یتمنوه، دعوای دروغ از اینا را رد میکنه دیاد، هرگز آرزو نمیکنن مرگ را، نمیخوان، نمیاند دعا. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب اعمالی که پیش کرده دستای ازیا. گناهی را که اینا کرده، زیاد گناه را دست میکنه، هدف کل بدن است، الله دست بیان میکنه. والله علیم بالظالمین، الله علم است به ظالما، جرمشان میفهمد و جزایشان میده. پس اینا میفهمند که ما بمریم روز خوب نداریم. خب اگر کسی بفهمه که ما بمریم جنت میرم، چرا از مرگ بترسه؟ همیان را ببینی چقدر مرگ میترسه، او با 4 گرده یکی آهن سنگ پوشش کرده، نه؟ چقدر بادیگار داست، یه جای میرن تیارا هستن، سرکار حتی بند میکنن. نه؟ خب جنتیست یا
جنت الفردوس. خیلی چرا میترسی؟ دروغ است. از این فهمیده میشه می عقیده نیست. اگه باشه خب مرگت که آمد برو جنت دیگه، خوش باش، بان که کش نشوی. چرا میترسی از مرگ؟ میفهمه که بمریم روز خوب نیست، نمی دنیا بیا که چند وقت میگرده. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله میگه مرگ خو نمیطلبن، اقا حریص هستن اینا به زندگی که بسیار حریص هستن. ولا تجدن حتمی پیدا میکنی توی پیامبر همه یهودی‌ها را احرص الناس على حیات، حریص ترین مردم به زندگی و حیات، و من الذین اشرکوا و مشرکین هم کرده بسیار حریص هستند. یود احدهم آرزو دارد یکی از اینها لو یعمر این که عمر بر از اینها داده شد 1000 سنه 1000 سال، 1000 سال عمر، این آرزوشان است. و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، نیست اینمی 1000 سال عمر بمزحزحه، بمزحزح نجات دهنده، هی نمی انسان من العذاب از عذاب ان یعمر این که عمر داده شود 1000 سال عمر داده شود نمیشه، نجات نمیافت. والله بصیر بما یعملون، الله بیناس میبیند به اعمالی که اینا انجام میتن. اینا 1000 سال چرا گفت؟ اینا یک دیگه خدا که دعا میکنن میگفتن عش 1000 سنه، 1000 سال زنده باشی. با شما که میگیم زنده خو باشی، نه یکم دعا زنده خو باشی، خدا عمرت دراز کنه، با این خوش میشه. امری سفیداره که بگویی خدا عمرت دراز کنه. عمر دراز رسول الله صلی میگه که تو با خوشحالی باد لمن، برای کسایی که طال عمره، عمرش دراز شه و حسن عمله، عملش زیبا باشه، عملش مطابق قرآن باشه. این کسی که عمرش دراز میشه و عملش بد است، این خب مرگ برش خوبه، بسیار خطرناک، مرگ برای از خوبه. بدترین انسان میگه کسی که عمرش دراز باشه عملش بد باشه. الله در قرآن هم میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، گمان نکنه کافران مهلتی که ما برشان میتیم زود مرگشان نمیاد که خیر از بر نفسایشان، بل هو شر لهم، بلکه به ضررشان است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما اینا را مهلت میتیم تا که گناه را چی کنن؟ زیاد کنن. ولهم عذاب مهین، از برایشان عذاب رسوا کننده است. یکم طوره که بگوی بمری ای تو قار میشه، خدا دان تا ای تو کنه او تو کنه. بسیار گپ بد گفتی، خدا نکنه که من بمرم، دان تا بخیر واس کو غیر مرگ یاد میکنی. اگر این مرگ تا این است و ای تو نمیشه که قرآن میگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، مرگ که بیاد هر قدر مردم دعا کنه زیاد نمیشه و کم هم نمیشه. اکثر علما محققین میگه ولی گپ آمد نی از گپ میبره نزین تا یک چیز نمانه. در احادیث میگه کسی را رحمی کنه و اعمال نیکنه عمرش دراز میشه. قرآن میگه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، وقت این است زیاد کم نمیشه. اینطور قرآن میگه زیاد کم نمیشه، در حدیث میگه. اکثر علما میگه که هدف برکت است. عمر که تعیین زیاد نمیشه ولی الله اعمال نیک کردی دمی عمر کمت بسیار برکات میپرد، اعمال خوب. دمی 40 سال عمرت عمل 1000 ساله را میکنی، 1000 سال عمل کن، برکت میپرد. همین صحیح است. عمر با برکت ایست که در راه دین الله مصرف شد، این بسیار با برکت. عمری که زیاد باشه و به گناه باشه و چی به درد میخوره. پس ولا تجدنهم، پیدا میکنی تو یهودا ای پیامبر اشد الناس، شدیدترین مردم، احرص الناس، حریصترین مردم در حرص و در زندگی، حتی از مشرکین هم کرده، حریصترین از مشرکین، حریصترین از مسلمان ها کرده. در چی؟ در حیات و زندگی. یک قدر حیات خوش دارن. چرا؟ این طور از حریص هستند به زندگی لعلمهم، بخاطر میفهمند بیانم سایرون الی النار، که اینا در آتش میرن، جرم کرده هستند. هر مجرم میفهمه که من در آتش میرم و می خاطر دنیا را خوش دارم، میگه که چند وقت می دنیا باشم.
یا میفهمند. و من الذین اشرکوا، از مشرکین هم که یا زیاد میخواد. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، آرزو میکند یکی از اینا که 1000 سال عمر بخوره. الله میگه 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال. این همی شیطان که چند هزار سال عمر میخوره؟ زیاد نه؟ تا قیامت زنده است. ولی نجات از آتش میفه؟ نه. هر قدر عمر باشه. این میال ما و شما بسیار عمر ما تیر شد. بعضی 50 سال، بعضی 40 سال، بعضی 30 سال، بعضی 20 سال. چی را فهمیدیم؟ هیچ چیز رفت نه؟ این میالی است. فکر میکنیم که دینمی لحظه هستیم ما. هر قدر لذت های زندگی بود در زبان ما نیست. بس هر قدر مصیبت آمد یاد ما نیست. تکلیف آمد. این حال اگر مصیبت در راه دین باشه بازو ثبت است نوشته میشه. هر قدر مصیبت باشه. لذت های مشروع باشد خیر. اگر لذت نامشروع بود توجه دوستی های سر به سر شده کلش نوشته است. دوسیه دار است. بسیار خطرناک است. مثل امی عمر مثل شیرینی است. شیرینی را ندان تا شیرین اوسو خلاص شد پس اونمو حالت. امیری سفیده را که پرسان کنی بگوی 80 سال تیر شد چطور حالت است؟ میگه ولی چیز یادم نماند. کلش نه. نمیفهم. کاش که عمل نیک میکردم. آرزو نمیکنم. کاش که کارهای بد نمیکردم. عمر انسان پرسان میشه در روز قیامت که در کدام راه مصرف کردینی. حدیث صحیح است. از 5 چیز میگه قدم مسلمان در زمین گور است تا که 5 سوال جواب نده شور نمیخوره. و عن عمره فیما افناه، از عمرش و عن شبابه جوانی را در کجا مصرف کردی؟ در ضد اسلام مصرف کردی یا نه؟ از جوانیش پرسان میشه، از عمرش مکمل. عن علمه، از علمش. عن ماله، مال از کجا پیدا کرد؟ من این اکتسبه و فیما انفقه، در چی مصرف کرد، از کجا کسب کرد. از کل ازی پرسان میشه. پس ما و شما عمر ما در راه الله تیر شد. اینمی بهترین لحظات ماست. اینمی حالت از این که در وقت خوب نیست. بخاطر کسایی که قرآن میخوانند ملائکه اونجا میان. در هر آیت به اندازه یک شتر که صدقه کنی ثواب است. و این حدیث بخاری مسلم است. بهترین حالت است. از این که در عمر لذیذ و زیبا ما و شما پیدا کردن نمیتونیم. این عمرتان در اینجا تیر شد بسیار خوش باشید در راه قرآن. و اعلانت درس قرآن، درس حدیث، تطبیق، دعوت. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، آرزو میکنه که 1000 سال بنازی عمر داده شود. و ما هو بمزحزح، طول عمر انسان نجات نمیده از عذاب الله. الله بصیر است با اعمال که میکنه. فیدل کاسترو 90 سال عمر کرد. چی گپ شد؟ و آخر مرد. وصیت کرد که مرده منه در بتین. الله در دنیا سوختانده شوره مردیش.